سلام دوستای گلم، شهریور ماهی عزیز. ببینیم چه فالی داری امروز. ببین، من میبینم که توی رابطه عاطفی انگار یه خیانتی اتفاق افتاده، یا دوستان، انسانهایی که اطرافت هستن، حالا اگه خیانتی نیستش توی رابطه عاطفی میتونه دروغی باشه که برات به زودی رو میشه و ناراحت نباش. ببین، کارت مرگ افتاده، یعنی این وقایع تموم میشه، موقتیه و خب یه سری چیزای جدید جای اون رو پر میکنه. و در کارت 9 سکه داره به این اشاره میکنه که شما به زودی قرار مستقل بشی، ثروتمند بشی و لذت ببری از داشتهات و یه خوشحالی بی حد و مرز رو تجربه کنی. پس اگر اتفاق بدی اخیراً برات افتاده، نگران نباش، فقط هوشیار باش نسبت به اطرافیانت و مراقب باش.